السلام. السلام. شما خوبی؟ تشکر، شما خوب هستید؟ ما امروز مهمون شماییم. بیایید، خوش آمدید. این برای شما است. تشکر. توفه. توفه. نمیگم چی توفه است ولی در جریان برنامه حتما خواهید فهمید. تشکر. خوراکپزی، بله. و خوراکپزی مشغوله. همه سبزیجات و همه چیز هست، کدو، شلغم، سبزی همه چی هست. در خانه ما بسیار دوست می‌دارن. غذاهایی که از طبیعت گرفته شده است. بله، این همش از ویتامین است. لبلبو است، کارتوشک است. حتی جواری هم هست. بله، جواری هم هست. خوب. خلاص یک غذایی که خودتون دوست می‌دارید. بله، من بسیار پختن دوست می‌دارم. بعد فرزندان هم بسیار عادت کرده هستن که در خانه غذا خوردن، در خانه غذا پختن مزه‌اش دیگر است. بله. من که یک دختر بودم در خانه، 4 پسر داشتیم، 4 بچه داشتیم. 4 بچه داشتیم. من زودتر یاد گرفتم چون همه اینا نهاری باید تیار میکردم. از مکتب که می آمدم با یک چیزی باید میپختم که باید استعمال میکردم. فکر میکنم از همین صنف 2 از صنف 2 3 علاقه خیلی بالا. همه کار خونه میکردم. بله. وقتی غذا پختن چیزی زمزمه میکنید خود به خود؟ بله، یک تگی نفس، یک چیز باید یک چیز باید باشد. این عادت همیشه. من وقتی خورد بودم دخترچه مدرسه تعطیلی تابستونه میبرامدیم. روزش که خیلی خانه با من بیکار از همین سحر یک جوربه میگرفتم روی حقلی فقط زمزمه. بعد مادرم فقط میگفت بگونی و میامد در دلش هم میزد از سحر همین خسته نمیشه. بله. تو بس میکنی یک عمر، چون بسیار وقتا بسیار شوقی سرودخوانی زیاد بود. شما چای گرفتن گرفت برایش ممنونم. یگان شیرینی یگان چی دیگه؟ نه لازم نیست. شما با خونه‌تون بسیار مهمون دعوت می‌کنید. بله، من دوست می‌دارم مهمون قبول کردن. بله. خب ما امروز به همون مهمون‌های شما شامل شدیم. خوش آمدید. بیایید. امروز باید چشید. عموما من یک انسانی هستم که همین فضای خانه، درون خانه برای من بسیار مهم است. چون از خانه یک نیرو میگیری وقتی که تو آدمی سرکار هستی، در کوچه بسیار میگردی. بله، یک جای باید داشته باشی که از اونجا با یک نیرو گیری. یک وقتی خاص دارم برای خودم، وقتی که همه کودک بسیار میکنن. یک وقت برای خودم دارم که خودم نهاری میکنم دیرتر. بله، دیرتر نهاری میکنم. با فکر خودم جا به جا میکنم، با یک برنامه‌ریزی میکنم برای روز. برای انسان مهم است که خاصه برای ایجاد کار تنها باشه. بله، بسیار مهم. اگر مخفی نباشد چی زمزمه میکنید؟ صداتون خیلی پست. یک چند روز شد یک سرود گوش کردم. یک حافظ ایرانی، راستی نامش در خاطر ندارم، لیکن بسیار یک سرود عجیب. فقط همین سحر میخیزم همینا گوش میکنم. کجا از خانه میبرم، در خانه میدارم، همیشه در ماشینم هوای گوش میکنم. دل از من دلبری از توست. یک هنرمند دل از من دلبری از توست، سر از من سروری از توست. قدر دایدم نیست. بله، زیبا است. سلام باش. سرود بسیار سابق است، لیکن همین هر تیرماه که میشه همین سرود به خاطرم میرسه. مرا محبت تو کشت، منم اسیر آن نگاه. مگو سخن درشت، مگو که عاشق گناه. پس از 1000 ساله ها تو را چو دور بکافتم، چو عشق خود بیافتم.
و سوی تو شتافتم برا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه مگو سخن درشت مگو که عاشق گناه خیلی سرود شما خیلی دوست می‌دارم. ولی منم میگم که یگان وقت اونجا میرویم بعد بشم دفتر میگم اپی دیگه ما همین خم مخلص شما مشبوه از کودکی دست ما میگم چند ساله ما همین خم کلام ساستم دخترای کلام که بچه‌های کلام میگم دیگه من از خورسالی شما واقعا ما از خورسالی شما رو گوش کردیم. تشکر. حالت کاری از خلال نمیرسن. برای من جالب است که چگونه آهنگساز با آوازخوان کار میکنن. وطن یکتاست یکتای من و توست وطن امروز و فردای من و توست وطن یکتاست یکتای من و توست وطن امروز و فردای من و توست همین یک واژه صدرنگی بهار است وطن امروز و فردای من و توست همین یک واژه صدرنگی بهار است وطن امروز و فردای من و توست وطن امروز یکتای بخشش دارتی نمیدونی زورشی و سخن یادم برو من در یک حالت خیلی خوب شما را دریافتم در حالت کاری و تابش لالی نیست چندین آهنگ های نگینه موقوع و آماده کردن از جمله در آغوش تو میمیرم مشهورترین سروده که سوزش محبت مرده از جفا وطنی که عینی بسیار چند وطن اطلس ببری دلبری تاجیک عجب است و یک چند زیاد است یک البوم زیاد است شمارش راحت است کار کردن بله همین گونه شما بسیار وام میخورید یک وقتی که بله ما در یک ماه یک بار دو بار وام میخوریم تا جایی که میدونم آهنگساز آهنگ رو با مثلا آوازخوان میفروشد یا که میدهد دیگر خودش میداند در اصلش نه اگه تو بیش از اون جمله بسته‌کار نیستم این که از همین سرش که آهنگ من گرفتم با من کار میکنن تا در استودیو ثبت کردن بله تا استودیو و تا اسبابای موسیقی چی باید باشد چی کار باید کنیم همش ما یک جای مصلحت میکنیم نه کس بسیار خودشان آدمی حلیم و مهربان هستن که اونجا شبیه با کم ترک سخت گپ میزنن اون قدر هنرش ولوس که مثلا با من میکوبم کمبودیش میکوبم افسوس که نیست آرام راحت از همراهش کار کردن شما با همه آوازخوان همین کارو میکنید راستی این همون سبک من است همون مناسبت من نسبت همون ایجاد و هنرم است میخواهم که بله همون نازکیاش نازکترین اون چیزی که شما میخواهید آوازخوان باید همون رو باید زیاد هنرمنده هستن مثلا من 80% که همون آهنگ سرود در ذهنم میخواهم که سرود هست هنرمندی است که با 20% دیگه زم میکنه دیگه نه زم تشکر اگر سالش رو مثلا دقیقاً خواهید از 2012 من خوب در یاد دارم خوب در یاد دارم چون که پیش از در آغوش تو میمیرم یک سرودی دیگر نیز بود که شعرش از خانم که خانم به بهانی بود سیمین به بهانی و یک بحثم شد اونجا بود سخنه بود که گر بوسه میخواهی بیا یک نه 220 بیرم اینطوری بود بعد خوب نگینه خون ما کمتر ایوازش کردیم خوب متنش فکر میکنم که تغییر میخواهد ولتون تغییر داده؟ نه کی تغییر داد؟
با شاعران مراجعه بله بله با فکر خانم مهرنیسا خانم مهرنیسا چی بود چی سرود می شود که یادتون است متنش؟ گر دوست می‌داری مرا با من بمانه جان مرا گر دوست می‌داری مرا با من بمانه جان مرا خوش آمدی بر دیدنم خوش آمدی بر دیدنم مهمان مرا خوش آمدی بر دیدنم بنشین پی مهمان مرا جانم فدای جان تو بله بله 2012 متن فروش می شود بسیار آهنگ جذاب بود. بعد دشوارم بود یک لحن لحنی هندویی هم داشت. یک لحن هندی داشت یک وکالیز هندویی هم داشت. من فکر کردم که میتواند که بسیار خوب باشه. این اولین آهنگی بود که شما بعد از این شروع کردیم. 2008 ایجاد شد. در آغوش تو میمیرم از یک مجموعه یافته بودم. استاد میرزا حسینی بدلی پور با تخلص مهرورز می نویسد. نزد من ماند تا 2013 چند نفری که پیشنهاد کردم راستی ترسیدم خواندن نشد. چون که در آغوش تو میمیرم این یک همون شاه مصری نادر پور است. گفتم کتابش این کم ترک سخناش بسیار خیلی سخنای با جسارت هم. من راستی گپ نمیتونم جسارت رو ندارم. بعد یک از با من فهموندن که این نه آغوشی که آغوشی چی است. خب آغوش معمولی که میگوییم یک توصیف ادبی است که زیاد معنی من همین مصرع میتواند همه را مویل کند. در آغوش تو میمیرم، در آغوش که از گرمی جان سوزی تنت سوزم، در آغوش که از لبهای نرمت با دهانوشم، در آغوش تو که با رغم خزان ها سبز و گل پوشم، در آغوش که از احساس لرزش های رویایش مدهوشم، در آغوش که بار زندگی میافتد از دوشم، در آغوش که میگردد همه دنیا فراموشم، در آغوش که جای داد و فریاد است خاموشم، مرا این دم چه دولت هست که با تو اما خوشم، در آغوش تو میمیرم. شاهکار است واقعا شاهکار است، چون کم سرودهایی هستند که اینقدر عمیق و قلب مردم جا میگیرند. من شخصا نیز همینطور می‌سوزم در بین همون زیاد سرودهای لیریکی و عاشقانه‌ای که ایجاد کردم جایگاه این سرود تماما دیگر است، اما زیاد میگویم که در ایجادیات نگینه بانو این سرود یک تحقیقات یک خلاف کرد. ما نه تنها در مثلا ایجادیات نگینه اما خوب گفتم مثلا خاصه در صنعت استرادای تاجیک در سبک سرودهای لیریکی این یک گردشی نو بود. با این سبک با این مضمون
به این رویه تا این وقت من گوینده‌های تأثیر بخش اینقدر شیرین رو نشنیده بودم و ببینید که بعضی سرودها جاویدانه هم هستند که از زمره همین گونه سرودها میخوام خوکسارو میکنن دیگه نه، اما یک سال نگذشته همین سرود جایزه داری جایزه جیلا 2014 شده. کار ایجادی با نگین خان راستی برای من یک راحت است. اونیورسال بودن همین نگین خان یک همین اصطلاح هست، آوازخوان اونیورسالی. ببینید در همین صنعتی بدون بیرون از جمهوری بها نمیتین، فقط در همین دایره صنعت استرادی هنری تاجیکستان حالان که الکه این سرحد را عبور کرد با هنرش، از 4 منطقه دیار عزیز سرود میخونند، مقام میخواند، مکتب زرافشان را میخواند، مکتب ختلان را میخواند، مکتب بدخشان را خوانده است. سرودهای خوب افغانی، ایرانی، به زبان روسی خواندنش را دیدم. من شاید هستم بودله خانزاده یک سرود دارن. بله یادم است. ببینه انمین بهاره خوب که نه هنرمند، نه هر یک هنرمند راستی دارای همین خصلت هایی است که آزاد تواند موسیقی دلخواه منطقه رو بله با آسانی مثلا همین بله میتواند، یعنی که مو ملکه سرایندگیش دست میدهد که نازکترین همون این بسیار دشوار ما است. وقتی که هنرمند در یک پیراهه در یک چارچوبه هنروری میکند، از اون چارچوبه بیرون شدن، از اون مکتب از اون سبک بیرون شدن بسیار دشوار است. تشکر زیاد، بخیر خسته نباشید و ما در این لایحه میخواهیم که در چند بخش زندگی شما رو همراهی کنیم. پگاه سفر داریم به ناحیه جلال‌الدین بلخی. خوب. یک کنسرت داریم در استادیوم. اگر خواهش شما داشته باشید مرحمت میتونید اجازه میدید که با شما همراه رویم. بله چرا؟ خیلی جالب میشه و حتما که فردا بله فردا و میخوریم، حتما صحبت‌های جالب در راه خواهیم داشت. و شما بریم. سلام، شما خوبید؟ با باوری نشینم بخیر. شما با دست مرحمت. امروز یک هنر دیگری شما رو میبینیم، رانندگی. الان معلوم است که یک راننده حرفه‌ای هستید از همون بستن تسمه. اگر مخفی نباشد حجت رانندگی رو کدام سال گرفتید؟ حجت رانندگی در فکرم سال 2010 یا 9 یا 10 من در خاطر دارم که حامله دار بودم، بیکار بودم، بعد رفتم همون حجت سپردم، خواندم، بعد گرفتم. چون ما نزدیکتر با کارهای ایجادی شما اومد با زندگی پس پردگی شما آشنا میشویم، بیشتر مردم گمان میکنن که مثلا آوازخوان‌ها و هنرمندان یک زندگی پر از رفاه، خرسندی و شاد دارن، ولی من حس میکنم این گونه نیست. خیلی است که یگان کار دنیا به آسانی نیست. همه چی یک مشکلی دارد، یک پشتی خودش یک با سختی ها دارد. لیکن اگر همین کسبت دوست داری، وقتی که همین هنرت دوست میداری، کسبت دوست میداری، در نظرت نمیتواد سختی ها. من شما میگم که ما شب و روز در راه هستیم. واقعا. بله من بسیار خسته میشم. مادرم میاد میگه که تو چه خیلی قدر قوت داری که شبم در راه هستی، روزم در راه هستی، تو چه خیلی مانده نمیشوی. من آدمایی که در گرد اطراف من هستن و یا میبینن حیران میشن که چه خیلی من میتونم اینقدر قوا و انرژی از کجا من اینقدر میتونم. گفته که وقتی که کسب دوست داری این چیزو در نظرت نمیتونه. چون یک هنرمند محبوب نمیتواند که زندگی آسوده داشته باشد. میشود که در جشن و مراسم نوروز، جشن‌های میلی کارم به حد بسیار می شود. در یک روز مثلا در چند چوره بله از باید سحر قرغان تپه برآمد کنم، ساعت 12 بروم دیگر ناحیه، با ساعت 2 بروم با دیگر ناحیه، با بالاخره با ساعت 5 باز در شهر. این خیلی در چیز آسان است، در نگاه اول آسان است، که بسیار دشوار است قدر راه رفتن آمدن.
از این خاطر مثلا من سلامتی خودم رو قدر اهمیت داده نمیتونم. اصلا در جوانی خانه شما کدام نمودی کتاب ها است؟ کتاب ها کتاب اول کتاب تاجیکان است، بعد دیگر از کلاسیک ها است، رودکی، فردوسی، غزلیات بیشتر چون کاری ما همین است با شعر نظم است بیشتر با شعر زیاد سر کار میکنیم اینا هستن. بعد یک چند فیلسوفای برجسته دنیا. فلسفه کدومی از فیلسوفان برای شما بیشتر پسند است؟ با من یک چند کتابایی دارم که در اما وقتی که در کار بودن در حیات من آمدن حیات من دیگر کردن. خب کتابی زیگموند فرید، کتابی لویزا خی، وقت که اونقدر زیاد نیست. کدام روزها بیشتر کتاب میخونید؟ کتاب‌های اودیویی بسیار گوش میکنیم. من در ماشین، بله در ماشین، در تلفن همیشه هست. کتاب‌های صوتی. من وقتی راستیگه وقتی که از یک جا به یک جا میروم، از سحر بیدار میشم تا به کار برآمدن و این چیزا وقت من بیهوده نمیگذارم. یک چیز البته گوش میکنم، یک چیز به خود میگیرم. بعضی از هنرمندان گمان دارند که اگر ما متن‌های مثلا از کلاسیک‌ها استفاده بریم شنونده زمان معاصر گوش نمیکنند. فکر میکنم از همین ذوق هنرمند بسیار چیز وابستگی دارد، هم در موسیقی هم در شعر و سخن. و بعد نه اونی که مردم چی میخواهد گوش کردن، اونی که تو چی میخواهی به مردم برسونی، این به فکرم مهمتر است. بعد اول که من در یک چند سرود استرادی من غزل است. بله یک چند غزل کلاسیکی هستن. اول همون آهنگسازا هم بسیار چی کردن که نمیشود خیلی سرود استرادی به غزل موندن و من همین یک دو پوچه در یک موزه گفتم نمیشود. چرا ما فقط همین سخنای دیگر همین کسی چیزی میگه همونا وای کنیم؟ نه، ما باید از خودمون وای کنیم که بعد یا شعرهای غزلای کلاسیکو اینا جاویدانن، هزارو سال هم گذرد که اینا میمونن. اگر با زبان هنرمند اگر این چیزو وقتی که سرود میشود، بله سرود شود، این با عمرش باز زیادتر میشود. چرا نه؟ شما میدونید وقتی که همین سین و سال که بالاتر میشود، بله بالاتر میشود، یعنی تو چند تو بزرگتر میشوی، عقلانی فکرانی بزرگ میشوی، تو بله تو محتاج همین خیل کتابا میشوی، کتاب گفته ها میکوی، خودت میکوی. هر کس مثلا زندگیش نه اون طوری که خودش میخواهد و اون طوری که همین زندگی که جای میبرد هم خیلی است. بسیار آدمانم خیلی زندگی میکنن. لیکن من که بسیار کنجکاو بودم در این مسئله، یک چند سال پیش همین کتاب بسیار مطالعه میکردم، خواندم، یک چند چیزای فهمیدم برای خود. من فکرانیم دیگر شد، عقیده هم در زندگی دیگر شد، ارزش‌ها دیگر شدن، عموما که خیلی دیگر شدم. این برای من یک دستاورد بسیار بزرگ بود که من به سوال‌هایی که همیشه داشتم در بینه سر خود جواب یافتم. فیلم می‌بینید؟ فیلم من بسیار می‌بینم، لیکن در آخر وقتا نمیدونم برای چی فیلم نمیتونم بسیار دیدم. من هر سحر که بیدار میشم اولی چشمم نکشوده من با شکرگویی روزم سر میکنم. بله من شکر میکنم برای عادی ترین چیزا، برای که من امروز بیدار شدم، صحت سلامت میبینم، افتابا میبینم. بله پدر و مادرم، فرزندکم، اهل خانواده من همه صحت سلامت، این یک بختی بلند است. بله آخر وقتا بسیارتر میخوام سرودا باشن که شاد باشن، روحیت انسان چی بردارد. بله
خب سرود هم باید وظیفه‌ش همین گونه بله بله همین خلاص مردم در روزهای بله شادیش بیشتر سرود گوش می‌کنن. هست سرودایی که مثلا از مردم دردش توزه میکند اینش هم خوب است ما یک عنوانی ندارم لیکن همین وقت اخیر راستی گپ میخوام که بس کنم سرودای شکایتی خوانده نه فقط سرودای روحیت شاد میکردگی فقط سرودایی که انسان با یک گرم میکند بله زندگی بسیارتر پوزیتیو باید باشد بله